مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، یک نهاد پژوهشی دولتی، منطقه‌های آسیب پذیر و ایمن کشور از نگاه گرایش ساکنانش به گروه‌های تندرو را معین کرده است. مسئولین این نهاد می‌نویسند منطقه‌های همچون مکان‌های آسیب پذیر شناخته شدند که از آنجا ساکنانش از همه زیاد به جنگ‌های سوریه رفتند. این از کمترین حالت‌های میباشد که نهادهای دولتی تاجیکستان مکان‌های آسیب پذیر از افراطگرایی را مشخصاً ذکر می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مولا مختار ملایف، یک مسئول ریاست تحلیل و آینده بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی، با نشر مطلب در این باره نوشته است به منطقه‌های آسیب پذیر مکان‌های شامل می‌گردند که نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری تعداد زیادی از ساکنانش در سوریه بودند و در آن جایها افراطگرایی دینی اوج گرفته است. این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی منطقه‌های آسیب پذیر تاجیکستان از افراطگرایی را به این ترتیب ذکر کرده است: از ناحیه‌های تابع مرکز شهر وحدت، ناحیه‌های رودکی و نورآباد، از ولایت سوغد، شهرهای خوجند، اسفره، کانیبادام، استرافشان، پنجکن، ناحیه‌های سپتامین، جبار رسولوف، اشت، باباجان غفورов و مسچاه، از ولایت ختلان، شهر کولاب و ناحیه‌های شهر توس، قبادیان، باختر، جلال‌الدین بلخی، فرخار و واسع، از ولایت بدخشان، ناحیه ونج، به خصوص منطقه یزغلام ذکر شده است. مولا مختار ملایف در مطلبش که در سامانه مرکز تحقیقات استراتژی همین هفته نشر شده است نوشته است: وابسته به زیاد گردیدن این صف افراطگرایان به طور عمیق، منطقه های باقی مانده کشور را محله های به طور مطلق ایمن نامیدن غیر امکان است، زیرا به گفته این نفر بعد از پیدا گردیدن روند مهاجرت میان اکثر جوانان مهاجر عقیده های افراطی از جمله افراطی دینی پیدا گردیده است. از جمله به گفته این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، ناحیه عینی ولایت سوغد قبل از معمول گردیدن روند مهاجرت ناحیه از لحاظ امنیتی امین از افراطگرایی به حساب می رفت، ولی حالا در این ناحیه نیز حالتهای زیادی پیوستن جوانان به صف سازمانهای تروریستی به قید گرفته شده است. مولا مختار ملایف با تکیه به تحقیقات انستیتوت جامعه شناس آمریکایی گلاپ گفته است تاثیر عامل دینی نسبت به همسایه کشورها در تاجیکستان زیاد است. در یک وقت این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی از برخی ساکنان به خصوص علمای دینی کشور انتقاد کرده است که در مبارزه با افراطگرایی بی‌طرفی را اختیار کردند. جناب ملایف سبب‌های شامل شوی جوانان به حرکت و سازمان‌های افراطی را در بیکاری، مهاجرت مهنتی، عامل‌های دینی، کاسته گردیدن وضع اقتصادی، محیط ناسالم عائلوی، پیدا نکردن موقع خود در جمعیت و فرار از ادای جزا نامبر کرده است. اما جناب ملایف در مطلبش ذکر کرده است که وقت‌های آخر نسبت به 2-3 سال پیش پیوست شوی جوانان به سازمان‌های افراطی و تروریستی کم گردیده است. تنها در این میان به گفته جناب ملایف حرکت سلفیه در شکل‌های پنهانی باقی مانده است. تحلیلگران میگویند معین کردن منطقه‌های آسیب پذیر در برابر افراطگرایی در تاجیکستان خوب است، اما به شرطی که آن برای حل مسئله استفاده شود، نه برای فشار و اذیت مردم. فریدون هادی‌زاده، تحلیلگر مسائل دینی، میگوید مقامات باید تحلیل کنند که چرا این ساکنان منطقه‌های آسیب پذیر از همه بیشتر افراطگرا شدند و ریشه مشکل در کجاست. به نظر جناب هادی‌زاده بله ما باید که اول فهمیم که برای چی مردم از اونجا زیاد رفتن. نه برای خط سرخ، برای آن این خط سرخ برای که آن که ما باید که آموزیم برای چون از این منطقه مردم زیاد رفت. اگر ما مثلا خط سرخ کردن اونجا مثلا فشار را زیادتر کنیم و مردم زیادتر میرود. فریدون هادی‌زاده میگوید نباید همه توجه به سوی منطقه‌های آسیب پذیر روانه شده دیگر منطقه‌ها از نظر دور مانند، چون به گفته این همصحبتی ما تجربه ها نشان میدهد که منطقه‌های آسیب پذیر از افراطگرایی میتوانند تغییر یابند. حکومت تاجیکستان با افزایش عقیده‌های افراطی مذهبی مبارزه میبرد و میگوید اعضای سازمان‌های تندرو همکاران گروه‌های ممنوع افراطی در خارجه و هم تبلیغگران عقیده‌های خطرناک مورد پیگرد قرار میگیرند. مقامات تاجیک میگویند تاکنون بیشتر از 1300 نفر از شهروندان کشور به سوریه و عراق رفته و به صف گروه با نام دولت اسلامی پیوستند.